4مین مناظره هم برگزار شد که حواشی کم نداشت. در این ویدئو قصد داریم بپردازیم به مناظره آقای قالیباف و پزشکیان که صحبت‌های بینشون رد و بدل شد که حسابی حاشیه ساز شد. در 4مین مناظره آتش مناظرات به اوج خودش رسید و بیشتر از هر زمانی تنش بین کاندیداها حس می‌شد و بیشتر از مناظرات قبلی به هم پرداختند. با هم صحبت‌های محمد باقر قالیباف و مسئول پزشکیان رو بررسی می‌کنیم. اول صحبت‌های محمد باقر قالیباف نسبت به آقای پزشکیان رو میشنویم و بعد جواب آقای پزشکیان نسبت به صحبت‌های آقای قالیباف رو با هم بررسی می‌کنیم. به همه ما مشخص شد که به هر حال ستادی که امروز جناب آقای پزشکیان باهاشون کار میکنن در حقیقت همون ستاد آقای روحانی است. من فکر میکنم همه شما هم این برداشت رو کردید. معنی حرف یعنی چی؟ یعنی ما برگردیم به 1 دهه قبل، 2 مرتبه برگردیم به رشد زیر 1%، برگردیم به نقدینگی 26 برابر، برگردیم به تنش‌های بین قوا، برگردیم به اختلافات بین مردم، برگردیم به تنش‌های بین رهبری و بعضی از موضوعات دیگر. یعنی شکاف بیشتر بین مردم و بین دولت و بین ملت، یعنی اینکه 2 مرتبه اخلال صورت بگیرد در حکمرانی کشور. آیا واقعا امروز سزاوار ما در این مسیر حرکت کنیم؟ حداقل این نمونه‌ای که ما در همین 2-3 روز اخیر دیدیم شاهدی بر گواهی بر این موضوع هست که گذشته تلخ این رو هم در کشور تجربه کردیم. من مطمئنم که مردم عزیز ما حتما این گونه تصمیم خواهند گرفت که ما رو به جلو بریم رؤیای یک ایران بزرگ رو بسازیم، بریم همینطور که در حوزه دفاعی حسرت این رو همه میخورن در حوزه اقتصادی هم این گونه باشیم. نشون داد که ما در این موضوعات اگر غیر این مسیر رو طی کنیم دغدغه مردم رو نداشتیم. امروز ما دغدغه جز مردم نباید داشته باشیم. عزیزان، این واقعیتی است که باید بدونیم و باید پیش بریم. داد بخواد. خب جناب آقای دکتر پزشکیان برادر عزیزم برای این موضوع خودشون هم همیشه تاکید داشتن، ولی این روزا ما میبینیم که ستاد ایشون و مشاورین ایشون نکاتی رو مطرح میکنن که یه مقدار احساس نگرانی داریم. یعنی نشون میده که در گفته ها در میتینگ ها دیگه کمتر توجه به اون اجماع نظر و وحدت پیش بیاد. حالا چه در برنامه تلویزیونی من موردی رو دیدم، چه در این میتینگایی که اونجا بود. خب اینا باعث میشه که یه تنش بین مردم با مردم، بین مجموعه دستگاه ها با هم، افراد با هم، چون ما اینجا واقعا وحدت میخوام برای این. تو این چه ثمری داره؟ ثمرش اینه که صدای مردم گم میشه، شنیده نمیشه، حل مشکلات مردم بهش توجه نمیشه. در همین بحث مربوط به قانون راهبردی خب با صراحت مشاور جناب آقای دکتر گفتم ما اصلا این قانون رو مانع رفع تحریم میدونیم، اصلا این مانع خودش. خب اگه مانع هست این هم قانون هست، خب چگونه میخوایم دنبال کنیم؟ این در شرایطی است که رهبری معظم انقلاب فرمودن این قانون مبنای کار ماست، مبنای تعیین تکلیف است. به هر حال این تضاد و این دوگانه رو چگونه میخوایم دنبال کنیم، چگونه میخوایم این رو پیش ببریم؟ یعنی اگر از همین الان این بحث ها مطرح بشه طبیعتا این برای آینده میشه یه بهانه‌ای که بگیم باز نگذاشتن و ندید و مثل حالا واکسن هم من تو همین روزا شنیدم که خب مثلا نگذاشتم واکسن وارد بشه. یعنی اینها باز مردم رو خسته میکنه، کشور رو 2 مرتبه بر میگردونه. دهه 90 ما تکرار میکنیم، دهه 90 دهه تلخی بود، همه فرصت های ما همین الان در این حوزه نیازمند این هستیم. من فکر میکنم قبل از اینکه چیکار میخوایم بکنیم واقعا هممون اینجا به مردم قول بدیم که دغدغه ما حل مشکل شما با اولویت بحث‌های اقتصادی است. صحبت‌های محمد باقر قالیباف رو شنیدیم در 4مین مناظره.
در ادامه صحبت‌های مسعود پزشکیان رو در پاسخ به آقای قالیباف میشنویم. مشکل داریم و این بحثایی هم که آقای دکتر فرمود زائیده نوع بی‌عدالتی هایی است که در سیستم داره شکل میگیره و بعد حالا بحثاش مفصله. بعدش میفرماید انما عماد الدین و جماع المسلمین بل عدت للاعداء العامه من الامه فلیکن سقوک لهم و میلک معهم. عمود دین، حالا یه عمود دین به عنوان فرد هست که میگه از صلات عمود الدین که برای من عموده، یکی برای جامعه است که میگه انما عماد الدین و جماع المسلمین بل عدت للاعداء العامه من الامه. ستون دین، عده و عده در مقابل دشمنان، همه مردمن، نه یک گروه، نه خواص، نه جناح. تازه تو بحثش میفرمایند که خواص پرمدعان، خواص اصلا نباید زیاد بهشون به عموم مردم ما باید توجه کنیم. اگر میخواهیم مشکلات اقتصادی و اجتماعی و بین المللی خودمون رو حل کنیم، همین بحثی که الان اشاره فرمودن، باید اجماع و عموم مردم رو راضی نگه داریم. ما اینجا مشکل داریم. حالا بحثایی که تا حالا کردم من وارد نشدم. در رابطه مسائل اقتصادی، همین برجام مال همون دولتی است که برادران میگن بده، هی ازش نقد میکنن و الان هم دنبال اینن که این برجامه رو بالاخره نهاییش کنن، حل کنن، حالا به هر شکلی که قرار انجام بدن. پس برجام یک مزیتی بود که دولت گذاشته تونست این کارو بکنه، ولی خب با موانعی که ایجاد شد نذاشتن. دعوا سر اینه که به اسم من نباشه، به اسم شما باشه. این هم یه اختلافی است که وجود داره و این اختلافا باعث شد که تو اون مدتی که دولت برجام رو وارد شد که حل بکنه و داشت حل میشد، داشت همه چیز میرفت جلو. وقتی که جلوش اختلافات ما مشکل ایجاد کرد، روز به روز وضعیت ما بدتر شد. الان هم مردم میبینن که در چه حالتیه. ما الان مزیت‌های اقتصادی تو که مملکتمون نفت است و گاز است و از این ور وضعیت ژئوپلیتیکی که ما در منطقه داریم، یعنی ما در منطقه میتونیم ترانزیت شرق به آقایان قاضیزاده هاشمی، زاکانی، جلیلی و قالیباف به آقای پزشکیان پرداختند و انتقاد کردند از افرادی که در ستادهای مسعود پزشکیان در حال فعالیت هستند، مخصوصاً آقای محمد جواد ظریف که به عنوان مشاور مسعود پزشکیان در حال فعالیته. گفته شده که این مناظره پربازدیدترین مناظره این دوره از انتخابات بوده.